أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب بخاری 672 می باشد و در کتاب مسلم 557 می باشد. انس ابن مالک صحابه کوچکی پیامبر، مادرشان ام سلیم انس کوچک را برای خدمتگزاری به پیامبر دادند. انس کوچک در تربیت پیامبر بزرگ گشتند که هم محدث بودند که 2286 حدیث روایت کردند. کاش امروز خواهرها و مادرها کودکهای خود را، فرزندهای خود را به نزد عالم دین برند و مثل ام سلیم تقدیم بکنند تا که در تربیه محیط اسلامی بزرگ شود. ام سلیم این زنی خردمند بودند که بسیار سهمهای بزرگ به اسلام گذاشتند. برای همین حدیث روایت میکنند، حدیث میگذاریم که انس ابن مالک میگویند که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. پیامبر میگویند که وقتی که به شما خوراکی بیگاهی روزی آورده شد، پیشنهاد کرده شد، اول طعام را بخورید پیش از اینکه نماز مغرب را بخوانید و شتاب نکنید به نماز جماعت، نمازی که برپا شده ایستاده است. در حقیقت نماز یک ملاقاتی است با الله که هر چیز پیش صد راهی این ملاقات را خلل وارد بکند او را الله و رسول پیامبر صلی الله علیه و سلم اول آگاه ساختند. وقتی که انسان گرسنه هست چگونه با شکم گرسنه که با ملاقاتش تشویش می آرد، برای همین پیامبر گفتند که وقتی که طعام بر شما حاضر کرده شد که نماز وقتش برابر شد، شما اول طعام رو بخورید، زیرا خشوعی که در نماز پید می شود او از بین می رود. وقتی که انسان گرسنه سخت است نمی تواند به الله ملاقاتی با خشوع بکند. برای این پیامبر گفتند اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقتی که بر شما طعام آماده شد و نماز برپا شد، در این وقت شما اول خوراک بیگاهی رو بخورید. این در همان حالت که در حالتی است که انسان گرسنه شدید باشد، زیرا قرینه صارفه است که در حدیث وارد است که یخبر عمرو ابن امیه رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که عمرو ابن امیه رضی الله عنه کان یحتز ان یقطع من کتف شاة و یأکل منها فلما دعی الى الصلاة ترکها هي والسكين التي كانت في يده وقام الى الصلاة دون ان يتوضع. عمرو ابن امیه میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشت از کتف شاد رو میخوردند. وقتی که از آن گفته شد و کارد و این گوشت را ترک کردند و به نماز شتافتند، اما طهارت نگذاشتند که گوشت، کسی که در ابتدا این پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که چیزی گوشتی زیربون بریان کردگی را میخورد طهارت میکرد، اما پیامبر طهارت نکردند.
روی همین اینجا قرینه صارفه است که پیامبر در حال خوراک خوردن به نماز جماعت پیوستند. این همان بود که پیامبر گرسنه شدید نبودند. اما انسان وقتی گرسنه شدید است، او باید طعام را اول بخورد، سپس به نماز جماعت برود. و اینچون انسان وقتی که زهر بدنش او را به تشویش می اندازد که قضای حاجت نکرده است، نماز خواندنش پیامبر میگوید که لا صلاة مع الاخبثین، که هر حالی که انسان زهر بدنش او را به تشویش می آورد، او را منع کردن که نماز گذارد. اول به قضای حاجت رود، طهارت بکند، سپس به نماز شتابد و با خشوع نماز بخواند. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.